یه نفر توی گذشته میخوابه و زمانی که به هوش میاد میبینه که تمام آدمای اطرافش سطح آیکیوشون اومده پایین و تبدیل شدن به یه مش خنگ و حالا اون میخواد یه راهی پیدا کنه تا برگرده به زمان خودش. از اون طرف پلیس هم میفته به دنبالش و یه سرنوشت عجیبی منتظر این شخص هستش. بریم و ببینیم که در ادامه چه اتفاقی پیش میاد. تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش، پس مواظب باشید. دنیای این فیلم توی سال 2005 قرار داره. راوی فیلم میگه که دانشمندا احتمال میدن که توی آینده جوامع بشری پیشرفته‌تر و مردم هم باهوش‌تر بشن، ولی از اونجایی که انسان‌های با آیکیو بالاتر بچه‌دار نمیشن و انسان‌های با آیکیو کمتر تعداد زیادی بچه دارن، سطح کلی آیکیو به شدت میاد پایین. تیک تاک رو ببندید همه چی حل میشه به خدا. این وسط یه مسئول بایگانی ارتش آمریکا، سرجوخ جو باورز، سرش تو کار خودش رو داره کرش رویال بازی میکنه که موافقش میاد و بهش میگه که توی پروژه تحقیقاتی خیلی مهم شرکت کنه. جو هم که میخواسته تا بازنشستگیش همونجا بمونه و دست به سیاه‌سفید نزنه، عصبانی میشه و نمیخواد که این کارو بکنه ولی مجبورش میکنن. صحنه کات میشه به جلسه خصوصی بین بالارتبه‌های ارتش که دارن دور هم دیگه چای دارچینی میزنن. ژنرال کالینز ایده‌اش رو برای اونا مطرح میکنه و میگه که دانشمندا تونستن یه محفظه بسازن که میشه انسان‌ها رو داخلش خوابوند و هر موقعی که لازم باشه بیدارشون کرد. اونا هم جو رو برای اولین نمونه تحقیقاتی انتخاب کردن چون که معمولی ترین فرد ارتشه، یعنی همه چیش معمولیه. این بشر وسطه، فشار خونش وسطه، قدش وسطه، سایز اونجاشو همه چیش وسطه. خلاصه در ضمن خانواده‌ای هم نداره که بخوان پیگیرش بشن. علاوه بر این اونا یه نمونه زن هم برای این تحقیقات فراهم بد بکنن، ولی چون که هرچی بینشون خوب بوده رو شوهر دادن، یه فاحشه به اسم ریتا رو انتخاب میکنن. ژنرال کالینز چند تا عکس هم با خودش و مدیر برنامه‌های ریتا، یعنی همون گلکشش، بهشون نشون میده. دیگه خودتون میگیرید منظورم چیه. یکی کنترل از این بگیره تا کار به جای باریک نکشیده. در آخر ژنرال میگه که اونا برای یه سال توی محفظه میمونن و اینکه این تحقیقات تماما محرمانه است و هیچکی نباید جاش رو بدونه و نباید راجع به این موضوع صحبتی بکنه. خلاصه فردای اون روز جو و ریتا با هم دیگه ملاقات میکنن و ریتا که نمیخواد بگه که چی کار است، میگه نقاشه و با هم دیگه میخوابن توی محفظه. ریتا میترسه و میخواد در بیاد ولی جو بهش اطمینان میده که دانشمندا کارشون رو بلدن و بعد از یه سال سالم و سلامت در میان و میرن پی کارشون. قضیه اینجا جالب میشه که ژنرال کالینز رو به اتهام بازی کردن با خانمایی که قرمه سبزی زیاد میخورن بازداشت میکنن. اون مدیر برنامه‌ها هم دستگیر میشه. به خاطر این قضیه دیگه کسی بالا سر محفظه نمیمونه و گندی که زدن باعث میشه که اون مقر رو ارتش خراب کنه و محفظه هم زیر آوار میمونن. به مرور زمان انسان‌ها اسکل‌تر میشن و سال به سال میانگین آیکیوشون پایین و پایین‌تر میاد. همه امید دارن که دانشمندا بتونن که با جراحی ژنتیکی و اینطور چرت و پرتا یه کاری بکنن، ولی دانشمندا هم همه مشغولن که یه شامپو درست کنن تا از کچلی جلوگیری کنن و مردم هم هنوز از ماهواره‌ها پکیجای لاغری میخرن. خلاص قضیه همینطور تا سال 2505 ادامه پیدا میکنه. توی تمام این مدت مردم هیچ فکری به حال آشغال‌هاشون نمیکنن و آشغال‌ها همه روی هم دیگه جمع میشن. کوههای بلندی از آشغال درست میشن. یکی از روزا یکی از همین کوه‌ها ریزش میکنه و محفظه جو از بینش خارج میشه و با کله میره توی خونه یه بنده خدا. این بنده خدا اسمش فریتو پندهوه. فریتو کاملا اتفاقی که افتاده رو نادیده میگیره و به فیلم دیدنش ادامه میده. جو بیدار میشه و از محفظه میاد بیرون. فریتو از جاش بلند میشه که بهش بگه که سر صدا نکنه. صندلیش هم اگه نمیکنید روش یه توالت هست، همینجا بخوره بخوابه، ریدنش هم بکنه. خسته میشی به خدا، نگرانتم. بعدش هم جو رو از پنجره پرت میکنه بیرون. جو از تو آشغالا بلند میشه و میگه که یه سال نبودم چقدر دنیا فرق کرده لامصب. اون که خیلی گیج شده میره توی بیمارستان و به مسئول پذیرش اونجا میگه که اون سرباز ارتشه. منشی هم که گیج میزنه یه دکمه روی میزش رو فشار میده و دستیار صوتی به جو میگه که بره بخش ویزیت. خدای علامت‌ها رو ببینید. من موندم این عکس چیه؟ شما نظری ندارید؟ حالا اگه منشی ایرانی بود از خود دکتر بهتر مریض رو ویزیت میکرد. بزنید کف قشنگه به افتخار خودمون. خلاصه جو میره به بخش ویزیت و وقت دکتر رو میگیره. همینطور که منتظر دکتره، مجله روبروش رو برمی‌داره و میبینه که تاریخ مجله مال سال 2505. ولی جو فکر میکنه که اشتباه تایپی بود و اهمیت نمیده. خلاصه دکتر میاد و بهش میگه که داداش من پرونده‌تو خوندم، تو اسکل مسکل چیزی هستی. برو عشق حالتو بکن و پول ویزیت هم میشه 5 میلیارد تومان. جو که دوباره تاریخ 2505 رو روی رسید میبینه، پشماش میریزه و وقتی که از پنجره بیرون رو نگاه میکنه بالاخره دوزارش میفته که 500 سالی خواب بوده. این یارو فکر کنم بعد جد اصحاب کهف چیزی باشه. این وسط دکتر با احمق بودنش متوجه میشه که جو تتوی شهروندی نداره و پلیس رو خبر میکنه. جو هم فلنگو میبنده و میره. راوی داستان برامون تعریف میکنه که جو توی دنیای داغون بیدار شده و اقتصاد توی بدترین حالتشه. بهترین فیلم کشورم که چند تا اسکار برده اسمش باسنه که میشه اسب به انگلیسی. اثر
کنجکاوی جو میره فیلم رو میبینه و فیلم چیزی نیستش جز یه باسن. یعنی 90 دقیقه فقط یه باسن روی تصویر و همین. شب که میشه پلیسا به خاطر نداشتن تتوی شهروندی دستگیرش میکنن و میبرنش دادگاه. اونجا به جای وکیل میدن و اون وکیل کسی نیستش جز فریتو پندهو. فریتو شروع میکنه به چرت و پرت گفتن و همه میخندن. جو هم تمام تلاشش رو میکنه که بهشون حالی کنه که چرا تتو نداره، ولی هیچکس گوشش بدهکار نیست و میندازنش بازداشتگاه. اصلا حتی اگه گوششون هم بدهکار باشه اونقدری عقل ندارن که بفهمن چه خبره. از اون طرف ریتا هم از محفظش در میاد و میخواد که به مدیر برنامه‌اش زنگ بزنه، ولی تلفن ازش $2000 پول میخواد. ریتا هم اولین کسی که میبینه رو گول میزنه و پولش رو میگیره ازش. خلاصه فردای اون روز جو رو میبره به مرکز خودکار تتو زدن و جو میشینه سر دستگاه. وقتی که دستگاه ازش میپرسه که اسمش چیه، جو میگه که مطمئن نیست چه بلایی سرش اومده. دستگاه هم اسم و فامیلش رو میذاره مطمئن نیست و تتوش رو هم میزنه. از اونجا جو رو میبرن تا تست IQ بده و سوالا از امتحان مهد کودک هم ساده ترن و جو همه جوابا رو میده، ولی میبینه بغل دستیاش حتی نمیتونن شکل ها رو تشخیص بدن. چه اسکلدونی شده 500 سال بعد. جو رو میبرن به زندان و یارو بالاخره دوزارش میفته که همه اسکلن. وقتی که وارد زندان میشه، جو به مأمور زندان میگه که قرار بوده امروز آزادش کنن. اون هم جو رو آزاد میکنه. واقعا الان میفهم فضایی حق دارن که با ما ارتباط برقرار نکنن. جو شروع به فرار میکنه و زنگ خطر به صدا در میاد. بعد از چند دقیقه دویدن، اون میرسه به خونه فریتو و بهش میگه احتمالاً یکی تو این 500 سال یه ماشین زمان ساخته دیگه. پس از فریتو کمک میخواد تا یکی از این ماشینای زمان رو پیدا کنه تا شاید بتونه برگرده به زمان خودش. فریتو قبول نمیکنه و وقتی که جو بهش میگه که 100,000 میلیارد بهت پول میدم، فریتو خر میشه و میگه که میدونه ماشین زمان کجاست. البته اینا اصلا خر شدن لازم ندارن، خودشون از همه اول خر هستن. پلیسا در خونه رو میزنن و فریتو و جو هم از پنجره فرار میکنن و سوار ماشین میشن. توی راه جو ریتا رو میبینه که هنوز داره سر اون یارو اولیه شیره میماله و پولش رو میگیره. همینطور که دارن رانندگی میکنن، یه چیزی از بیرون مچ جو رو اسکن میکنه و پلیسا موقعیتش رو پیدا میکنن. بعد از چند دقیقه سوخت ماشین تمام میشه و ازش خارج میشن. پلیسا میرسن و ماشین رو به رگبار میبندن. مردم بهشون ملحق میشن و با هم دیگه دعوا میکنن. جو، ریتا و فریتو موفق میشن که فرار کنن و میرسن به یه جایی به اسم کاستکو، جایی که فریتو میگه اونجا حقوق خونده و همه معاملات داخلش انجام میشه. همینطور که منتظر مترو هستن، ریتا میره دست به آب. قبل از اینکه برگرده یه دستگاه دوباره مچ جو رو اسکن میکنه و پلیسا میریزن سرش. مترو هم میرسه، ولی چون جو منتظر ریتا سوارش نمیشه. خلاص پلیسا دستگیرش میکنن و این دفعه میبرنش به کاخ سفید. اونجا رئیس جمهور کاماچو میاد و بهش میگه که انتظار داشته که کلش بزرگتر باشه. از قرار معلوم تست هوشی که جو گرفته نشون داده که توی چند قرن اخیر جو باهوشترین فرد بین اوناست و رئیس جمهور میخواد که اون مشاور جدیدش بشه. همچنین اون رو به عنوان باهوشترین فرد دنیا اعلامش میکنن. بعد از اون رئیس جمهور توی سخنرانی میگه که قراره به زودی تمام مشکلات گرونی و مشکلات آب و اینجا چیزا رو حل کنن. کمی بعد کابینه ریاست جمهوری جلسه میذارن و مشاورا از جو میخوان که یه چیزی بگه که پیچیده باشه. جو هم چند تا کلمه پیچیده بلغور میکنه. اونا باورشون میشه که اون باهوشترین فرد دنیاست. بعد از اون جو به فریتو میگه که یه نقشه از مکان ماشین زمان براش بکشه. تا اون موقع جو حواس دستیارها رو پرت میکنه. اونا جو رو میبرن به زمینهای کشاورزی و ازش میخوان که مشکل رشد نکردن ذرت‌ها رو حل کنه. جو هم بهشون میگه که بعد ریتا رو بیارن اینجا چون میتونه بهشون کمک کنه. اونا ریتا رو میارن و فریتو هم یواشکی نقشه ماشین زمان رو بهش میده. جو و ریتا سعی میکنن فرار کنن، ولی وقتی میبینن که نقشه‌ای که فریتو کشیده از نقاشی بچگی‌های منم بدتره بیخیالش میشن. از اون طرف متوجه میشن که مردم اشتباهی داشتن به جای آب با نوشابه انرژیزا ذرت‌ها رو آبیاری میکردن. علت اینکه محصولی هم نداشتن همین بوده. بابا اینا دیگه خداوکیلی خیلی رد دادن. خلاص جو برمیگرده و بهشون میگه که بعد به جای نوشابه به محصولات آب بدید لام از صبا. اونا مسخرهش میکنن و میگن خب نوشابه انرژیزا که انرژی داره، پس اینطوری ذرت‌ها باید بهتر رشد کنن دیگه قاعدتاً. جو هم که میبینه بحث کردن با اینا مثل یاد دادن جدول ضرب به یه الاغه، بهشون میگه که اون میتونه با ذرت‌ها حرف بزنه و ذرت‌ها بهش میگن که آب میخوان. چند روز میگذره و همه چی طبق نقشه‌شون پیش میره تا اینکه سهام شرکت نوشابه انرژیزا به طرز فجیعی کاهش پیدا میکنه و نصف جمعیت بیکار میشن. اونا بیرون کاخ سفید جمع میشن و اعتراض میکنن. توی اخبار اعلام میکنن که جو باعث بیکار شدن نصف جمعیت شده و جرمش هم اینه که یه شب بره به جلسه توانبخشی. اینجاش جالبه که جلسه توانبخشی توی زمان اینا یعنی دست پای طرف رو میبندن و سعی میکنن که با یه ماشین گنده لهش کنن. 99% هم کامیونو میبرن و طرف رو آسفالتش میکنن. همینطور که جو رو دارن برای جلسه توانبخشی آماده میکنن که بهش توان ببخشن، ریتا داره توی کاخ سفید آماده میشه تا با فریتو بره و به ماشین زمان برسه. همون لحظه ریتا متوجه میشه که نقشه جو عمل کرده و گیاها دارن رشد میکنن. به همین دلیل با فریتو میرن به محل انجام جلسه توانبخشی تا به جای اینکه اون جلسه رو به صورت زنده توی تلویزیون پخش کنن، از ذرت‌ها فیلم بگیرن و نشون بدن که جو راست میگفته لامصب. اونا میرسن به محله مسابقه و ریتا به فیلم بردار رشوه میده تا با فریتو بره به مزارع ذرت. خودش هم وارد اتاق پخش زنده میشه و دوربین رو عوض
عوض میکنه تا مزارع رو نشون بده. جو که داره تا لحظه آخر دست و پا میزنه تا زنده بمونه، توسط رئیس جمهور نجات داده میشه و همه برای جو نقشه موفقیت آموزش دست میزنن. حالا که همه چی به خوبی و خوشی تموم شده، همه دارن توی کاخ سفید جشن میگیرن و ریتا میگه که از اینجا بیشتر خوشش میاد و میخواد بمونه. جو هم مجبورش نمیکنه باش بیاد و ازش خداحافظی میکنه. ولی توی لحظه آخر رئیس جمهور جو رو میاره روی صحنه و اعلام میکنه که جو حالا معاون رئیس جمهوره. همه هم به جو التماس میکنن تا اونجا بمونه و مشکلاتشون رو برطرف کنه. یکی از بین جمعیت میگه که ماشین زمان برای بچه‌هاست و جو رو میبرن تا ببیندش. معلوم میشه که ماشین زمانم یه ترن هوایی برای بچه‌هاست تا تاریخ رو بهشون یاد بدن. زمان کات میشه به چند ماه بعد و میبینیم که حالا جو شده رئیس جمهور و همه چی داره کم کم درست میشه. ریتا هم همسرش شد و با هم دیگه 3 تا بچه آوردن. بابا این خانومه که زیاد قرمه سبزی میخورد و این کاره بود، چی شد به 3 تا بچه ختم شد؟ نتیجه اخلاقی این فیلم هم این اتفاق ممکنه که توی آمریکا بیفته، ولی مطمئنم تو ایران خودمون نمیفته و اونا همینجوری خنگ‌تر میشن و ما همینجوری باهوش‌تر میشیم. بزن کف قشنگه رو به افتخار خودمون یه کمی به خودمون حال بدیم.